ای خدا کابل زمین ای خدا کابل زمین آخر چرا ویران نشد خاکدان از مرمی او را که هزاران خانه شد امید جان برو کار برو بخیر بخیر دیگه وقتی اینا مکتب میرفتم اینا صنف 4 مکتب بودم اینا خورد بودم اینا افضل شای سلام اینا پدرم کفایت کرد در افغانستان بعد از او کار کردم اینا در خانه کار میکردم مال مورای کمرم نزدیک شده کار کردن نمیتونم کشیدن ما دیگه کارگر گرفته پرست یا کدام کمکگر یا کدام کسی کوئی ما نداریم یعنی شوهرم هست اینی بچه خالیش سردیش گرد کشته اینو به خاطر از نیرم کشت گفت که تو چیز هستی تو ازبک هستی از ازبک هستی ازبک های ما رو طالب ها زیاد در مزار کشته شما ما نمیمانیم زنده ما دیگه نیموردی از این دیدیم نی زنده شدیدیم دیگه این اشتکا کلش خورداری زمانده خلاص مادر خوش نداره که اولادش به قسم باشه مادر خوش داره اولادش دکتر شه تمام شب که میگه مادر پایم درد داره مادر داره تا اولاد ای قسم مالتش خوش نمی باشه بچیم دیگه بیا بیایم بیا میگی بیا اینجا کجا فوت کرده کجا رفتن محمد یاسمین است 10 سال است کم نیست یعنی 8 ساله 7 ساله بودم دیگه پدرم فوت کرد پدرم در شفاخانه کو در رحمان من انفجار کرد فوت کرد اونجا گریه کردم آمدم به مادرم گفتم با مادرم کاکایانم گفت با کاکایانم آمد گرفتش خانه خود با گورش کردن سه 4 سال میشده چه کار میکرد به شهر کمجه گلکاری میکرد در گل میگه ششته بودم گل بیل میزدم می چیز آمده که در همین شرکتی خو میگفته شیره مساله میگیره میگردن می صاحب کار نرکت که بچه سلام بیشی یه چیز کو استاد شو کاکس میگفته ما گل پرستم چرا هم بکشم پدلون کار و زبرانی کار دادن جارج می بیشی کاکس تا بکشم گفته سک ما گل پرستم بیشی گم کنم ما داکس
اگر دگه بیخیا کس نداره میرم اونجا برش کشیده سایه و کار اسمم سناور است. در فروشگاه کار میکنم. بولان فروشی میکنم. 11 سال است. اکنی که زندگی ما خوب می بود نمیکردم. مکتب میخواندم، درس میخواندم، علم دانش خود پیش میبردم. حالا که مجبور هستیم کار میکنم. ما میخوایم که مکتب بخونم. مکتب خونده نمیتونم، اون رسم میکنم. با خوش میشم که نه اگر درسم نمیخونم رسم میکردم. این گل درخت این چیزا اینی خانگه کس اینی کلی ارسیگکش از اینی هم ارسی خانش از اینی دروازهش اینی زینه است اینی موترش است. موتر دارن دولی خود. اینجا برشون بمبا میکشم که دولیشون یک دونه بمبا هم باشه. این باید با پدرشون میدونم خانه کشید. نام فیاض است. پدرم در شهر کار میکرد که در شهر کار میکرد. هر روز در شهر کار میکرد. یک روز هفته زده بودش. مردا گرفته بودن سرش آب انداخته بودن. ضعف کرده بود. اونجا آب انداختن سرش باوش آمده بود. شب هم بودک. باز دکترها مامایم چون گفت بری دکتر بری. رفتیم دکترها نامدن. باز صبحی بود که مرد. دکترها می آمدن پیسه هیچ چیز نداشتیم نامدن. دم داریم 4 تا اینمی دبل است. تو کار میکنم باز ودان میزم مید نمیفهم. روز هم اقتصاد مدیر میشه. سلام علیکم. مثلا من باید خاطر کار میکنم که بچه کلان خانه هستم. احساس در وجودم اومد که ناله همی کار فامیل به دست ما است. من کار نکنم نان نمیخورم، نه کار کنم نان میخورم. دینر کار کنم یک 120 روپیه. آنقدر گرمی بود که میخیه رقم من سر کرد. باقی کم درتا؟ نه با پیسه نغوانی به سفر کنی مونگا. پیسه باندې خو ټوله شی دی. پیسه باندې ټوله شی به اخلي. باقی کم درتا؟ نکنه یا
را جمع میکنم میسوزانم در دکدان بوت تکه پلاستیک جمع میکنم با زمستان آینهش جمع میکنم با فروختن میفروشم. وقتا این کار میباشم که خود میگم کاش که پدرم زنده بود. دوری اول که بود آقا جان دمی دوری اول ماین پراندی شد دمی دوری اول یعنی مثلا وقتی که آقای دختر فرد شده ما که بولانی جور میکنم در بولانی فروشی آقا جان 70 هم میمونه برابریش 80 هم میمونه 90 هم میمونه 1,500 هم میمونه برابری است دیگه با تا جمعه خوب 200 هم برش میمونه 200 هم روزای شنبه جمعه را که میبره دختره که یک وقت بود استاد جان قد یک دخترش هم روی دختر بود حالا که خدا سرشان روز آورده میبره گفتم این نمیه لکن بولانی را که من از اینجا میکشم آدموری نخسرانایم من سرش تپه یا از این را برشتا میکنم یا این از این را تپه برش بالا میکنم آقای دخترم جور میبود ما قدر چه قرار ما میشیشتم ما میهردم شیدا میشید حالا که ما برایم با ما خدا که گریان میکنه میگوزم نه که تو از خانه ما برایی میگه خدا میرم میکشم خب من گفتم مجبور هستم خیلی چه تو میکنی خیلی یعنی خودش هم لایق قزموره داره اون خود لایق خودش از دیگه که کدام تاریخ دکتری را خوش میکنه مثل معلمی را خوش میکنه دکتری را خوش میکنه کامپیوتری را خوش میکنه هر چیزی که خوش کنه اون لایق خودش از دیگه مامای ما به جای پدرم بخش ما باید کمک کنه ما را در کار خوبش عادل سیاد ما بده کوشش میکنه تا که احترام یاد بگیریم و تربیه را یاد بگیریم با که زبان بازی که یک صاحب موتر اینه که بره در رستوران موترش در پایین نقه خلاص نکنه چندان پیسه نمیده خیلی خدایا این حالا مبتلا موترمان میباشم که بیای پیسه ما بده زیادتر بخواین زیادتر موترمان نمیده زیادتر از دالم است دین زیاد تشششتم آن تو گریخت خلاص شد
یک دقیقه دیگه خوب بتیستاز باور میکنی استاز این 4 تایر ما 50 روپا میشه 4 تایر 50 روپا میشه مگه میگه یک موتر شو اینجا است پرسونش هم کدام میتونیم بسته موتر شو پاک کنیم چند میگیریم 4 تایر 50 روپا سگ ایت بر من 20 روپا داده بسم الله الرحمن الرحیم احساس میکنم مگم که احساس میکنم میگم غریب هستیم مجبور هستیم که کار کنیم یک روز می باشد که مرا کس میداند چند بی بچه هست میزنند زنا که میان یا کت مردا کلون می باشه میگه ای به مجبوری میایه بولانی فروشی میکنه پیسه ما میتن میگه بچه ها کلون اشتکا آزار میتن پیسه ما میبرن بولانی ما مفت میخورن میگذرد هر رنگ که روز باشه دیر میشه اشتکا سرمشنده میگه که پشت کاغذ داره میگه کاغذ میچینه دکتر دیرانچی نسی تو رخشنده میزنه که چیز میفروشم بعد هم همون رخشنده میزنه من خاطر معلوم میشم که با اشتکا تعلیم و تربیه یاد بدم دخترم مثلا شما تو در کجا پلاستیک میفروشی؟ هر روز نه ما اوسم بولانی فروشی میکنم میگم احساس میکنم که من مکتب برم درس بخوانم یا معلم شوم با سواد شوم به خاطر که به افغانستان کمک کنم برای مردم خود کمک کنم که تا اونا کار نکنن و چی درس بخوانن که زحمت بکشن به وطن خود خدمت کنیم اگر درس نخوانم دیگه در هیچ کاره نمیشم وظیف خواندن خوش دارم یگان فیلم‌های افغانی که باشه او وارم خوش دارم وظیفتر خواندن خوش دارم من خواندن نظیر خارا را خوش دارم و نمو که میگه پدر میرم با دنبالم دوا که نمو خوش میاد آهنگای شاد میخوانه روی آدم شاد میساز از امو خود خوش میاد
بسیار کمک میکنه که میره ببینم فکرم آرام میشه و خواب میبره زود. دلی که روی آدم شاد میسازه و ذهن فکر آدم آرام باشه. خدا جان از کمی موتر از من کمی کرباش هم میخوردم گیلاش هم خدا کال تیروز آوردی دیگه خود تحملش داریم دیگه میخوایم اینه که دکتر شم مادرم کمک کنم وقتی که پیشته دار شدم غریبا را کمک میکنم نمی کسایی که نادار است کسایی که نادار است اینو کمکش میکنم نمیخوایم مردم افغانستان بگیم چوچا صبح روزی چیز بخری ارمی مخمیخ 280 روپا کار کردی 100 روپا او بده یا 50 روپا ما 1.5 یا 160 یا 170 است اما که باز هم زیاد استی سلام علیکم باید مکتب برم نموتر شیری کنم اینه ماجت ما برم بخوانم در خانه درس ما بخونم که در خوارکای ما بیادره کنیم دیگه 4 روزه ندارم اما قارزه دارم علای مردم مظلوم کابل علای مردم مظلوم کابل صبور باشید خدا جان مهربان است جوان شد